سلام علیکم و رحمت الله برادران. درود خداوند با شما. زنده باشید. در کجای باشید خداوند نگهبانتون باشه. اولونش کاراتون رو برار پول بسیار کار کنید. بعدا همی یا نگاه کنید. خیلی یا بدور نگاه والله قریب 1.5 کوادرات هم نیست. برای نمی 1.5 کوادرات ای جامعه نگاه کنید در دنیا چی کارا میکنیم برادر. این قدر دلسیایی میکنیم، این قدر میرنجونیم برادر. حقی برادرها رو میخوریم، کار میفریم پولشون نمیتیم. همسایه کتی برای وجه زمین جنجال میکنیم. قسم به خدای این یه متر جا داره برادر. یا فکر که یه متر جا داری، این همه جای جا دیگه یگان جا نداری. چی وای وای میکنی؟ چی خدا بترس. بعضی انسان ها باور میکنی سلام نمیکنن کتی. خدا بترسید برادرها. این همجا را هیچ وقت فراموش نکنید که آخر و عاقبت این همجا جامون. اینا 1.5 کوادرات هست. یا دیگر دوست داشتن نکن. برادرها رو دوست داشتن نکن. برادرها دستگیری کنید، دیگر دستگیری کنید. در کجای باشید مهربان باشید. سهم گلاون نمازاتون رو فراموش نکنید. این همه اولی پرسش از نماز و این همه قول اگر این نماز رو جواب دادی ای همه جا میزگری. این همجا ای نماز نزگشتی دیگه ای یگان جا نمیزگری برادر. این حدیث پیغمبر است. خواست این همجا میان یا بندی مسلمان ای دنیا گذشته خدا جاش جنت شوه. اولونش خدا قبر یکی ناز کنیم پر نور شوه. من رب که من دین که من نبی میگن دو ملائکه از میان بعد مخام کنم بعد 7 قدم مسلمان یعنی 3 سوال میپرسن. والله حقیقت داره. جای شیخ نیست. اگر دنیا دا عمل داشته باشی، اگر دنیا دا خدا ترس باشی، عمل صالح و زیاد باشه، زبان خدا برا میکنی، سوالا رو جواب میگی. این لوکی خدا رو نشناخته باشی. سعدی بزرگوار میگه که و دنیا کردی تو ما را فراموش، منم سازم تو رو اینجا فراموش. خدا رو در دنیا نشناختیم، گشتیم کیف کده کتی کده گشتیم، خوردیم گشتیم، همه کاری بد کردیم. این امروز اینجا میایی خدا فراموش میکنه. یا جای تنگ ای قطوری که نفس نیست. این جز کاندیس نفس نیست. ای برادرها در کجا رسید خدا در قرآن میگه فاین تحسبون. کجا رسیدیم ما؟ چیکار کردیم برادرها؟ یا ثابت دوستانه زنده باشید یا دیگر تا دوست بدارید دستگیری کنید. در کجا باشید دستگیری کنید. خدا نگهدار و بنده گناهکاریم. آباد باشید.